خب سلام با ویدیو دوم در خدمتتونیم. لول 56یم و اوضاع خیلی هم بد نیست. یه آپدیت جدیدی که سوپرسل داده، پیدا کردن دوست و دوست پیدا کردن خیلی راحت تر شده. شما خیلی راحت کافیه که وارد پروفایلتون بشین، یه آیکون خودتون کلیک کنین و اینجا فیلم‌های آخری که بازی کردین رو می‌بینین. روی هر کدوم از بازی‌ها که کلیک بکنین شما لیست بازیکنایی که باشون بازی کردین رو می‌بینین. الان مثلا نفر دوم این بازی هایزنبرگ، من کافیه پروفایلش رو نگاه کنم، لولش رو می‌بینم، چند بار باستد شده، کسایی رو که باست کرده، کل جمعایی که کلکت کرده و اینجا میتونم اد فرند رو بزنم و به نظر میاد که سوپرسل داره میره به سمت اینکه بیشتر و بیشتر کارهای تیمی و استفاده از فرند و پارتی ایجاد کردن رو استفاده بکنه. مثلا این فستیوال پینیتا که شما میتونید هم تیمی بشید با یک کسی و کلکت بکنید این آیکون های رنگی که تو بازی هسته و در واقع پوینت بیشتر بگیرید. این نکته کلی بازیه که داره به سمت بهتر شدن میره. بحثای دکوری و در واقع این همرا، این چکشایی که شما توی بازی پیدا میکنید هم خودش یه بخشی از آپدیت جدیده. خیلی کارهای خاصی فعلا نداشته، شاید در آینده براش کارهای ایجاد بکنن، ولی به صورت کلی فقط الان حالت دکوری داره که شما میتونید این سرزمینتون رو باشون پر کنید. خب بریم برای بازی، ببینیم که توی بازی قراره که چی کار بکنیم. ما 3 تا تیکت داریم، اوضاع مجیکمون هم خوبه. خب اسپل اوورلورد رو داریم که خوبه، میتونیم سکه جمع بکنیم. من با کولت شروع میکنم. اولین کاری که میکنم سریع باید بتونم 3 تا سکه رو جور کنم و یه نفره نباشم، چون ممکنه هر لحظه مورد حمله واقع شم. سخت بود، پریمو رو ترجیح دادم. کولت رو برمیدارم که دوتایی کنمش. یه مزرعه بزرگ من اینجا دیدم. اول کله ربات البته ما رو سرویس کرد اینجا، ولی بتونیم یه کیل بگیریم. تمام. یه کلید مجانی بو میگیرم اینجا، دوباره بو میگیرم، یه دونه دیگه اینجا رو من استفاده میکنم. پیمو افتاده پشتشه، جالب. یه کاری که من میکنم وقتی که جمع میشه اون جیم و سکه اون لوتی که اونجاست، من سریع میکنم قبلش بدوم. من که سریع بتونم جمعش کنم ملت چینم. میتونیم دمیج بدیم چرا. همیشه هم پیشنهادم اینه که حتما هاگرایر داشته باشید تو دکتون، حتما. به شدت کمک میکنه برای فرار کردن، برای زده حمله دادن.
یارم مدیک بهش میده. درگیرش خیلی نمیشم. سعی کنم که فاصله رو حفظ کنم. این کایجو هم بکنم بزنم خوبه. کمپ کرد. چون مدیک ندارم یه ضربه سعی کنم که محتاط تر بازی کنم. اوضاع خیلی بد نیست. سعی میکنم از شلوغی ها فرار کنم ولی در این حال دمیج بدم وقتی پشت دشمن بگو به منه. اینجوری حداقل شاید بتونم یه سری جم پیدا بکنم. بزنیم عالی. در آخر بازی میتونه کلی باشه. رتبمون رو 4 حفظ کردیم که همچنان توی تاپ 5 بمونیم و استرایکمون از بین نره. البته همه مرده بودن این فرق نمیکرد. در صورت من شدم 5 باز. خب استات هم اسپشال لوت گرفتیم و این فهم کنیم. خب توی اسکواد ویچمون با اپگرید شه. عالی. اوضاع کارتام خیلی بد نی و بعدم نمیاد اینا که باشون بازی کردم و بهشون یه ریکوستی بدم چون الان آنلاینن. لولش 57 هم هست. خوبه. این چی دومی هم 52. اینم بهش ریکوست میدیم. نلسون اینم ریکوست میدیم. مثلا به هر سه نفر که از من یا خوش شانس تر بودن یا بهتر بازی کردن یا جفتش. بریم برای بازی بعدی. کرامبل میدو و دوپل گنگرز. چس ایمپاستر هم داریم. پس مهمه برامون که حتما کارت نزدیک زن مثل بربر یا مثل ال پریمو داشته باشیم. مثلا باربر کینگ مثلا باربریان استفاده میکنم. مثلا یه باربر دیگه بگیرم خوبه. بعد این بازی چون چست ایمپاستره و شما زیاد سکه به دست میاری بهتره که یه دونم اون کارتی که در واقع سکه رو به جیم تبدیل میکنه داشته باشیم. مرسی. یه گابلین دیگه که تا میتونیم سکه بگیریم. موضوع بعدی نیست. بازم سکه. خب ماشاءالله. تریدر. البته چون این بازی دوپل گنگره خیلی شما نمیتونی اسکواد بسازی دیگه. شما فقط تا میتونی تدافعی قوی کنی خود. 6 تا بوست گرفتم. ماشاءالله. ترجمه نویسه. نزدیک صندوق هم هستم دیگه که میتونم خودم دفاع کنم سری.
عالیه. این لامصب جوری که گابلین سکه جنریت میکنه. اوه فقط بخاطر اون بوستای مرغا بوده که مثلا فیلم سری نشد. بازی باربرین فقط سکه داری میتونه. چیز خوب به درد بخوری نمیدی بهم. حالا برای هاگی بده بهم. خطریه یه زبان نرفتم سن. چی داری بهم بگی؟ باز دوباره هاگ بده. ماشالله ابدا خیلی به درد میخوره. دمیجش اساسی آشکن. تلفونیمون کل برو 30 seconds left. یه بار بگیم نمه کنیم نمه دمیج بدیم خالیه برو پشت بوا چی کارش کردیم. دمیجی داری میگیدم آقا رنگ یک سلاخی شدن. 261 با 200 هم خیلی فاصله است. کنم بازی متدش اینجوری که شما هرچی بیشتر جم بگیرین هم یه معیاره برای رنگ بازی در به شما تو پروفایلتون نشون میده چقدر جم گرفتیم. هم شما توی جم پس در واقع جوایز بیشتری میگیرید. حالا من چون جم پس هم خریدم 2 تا جایزه میگیرم بابت هر استیج. برای 145 تا جم دارم از 3500 تا بگیرم که 5 تا کی بگیرم. سکواد اینو ایجاب بکنیم دیگه. چیز دیگه ای نداریم اینجا. یه ویکی آپدیت خوبه. اوضاع خیلی بدی نیستش. همین هم که تو بازی هن. بریم بازی آخر. بعدم نمید اینو یه ستایی بگیرم خیارم راحت شه. فیوژن کی هم بدونه میگیرم با خیال راحت بریم تو بازی. حتی تو بازی معمولا شما 2 تا بیشتر یا دیگه ته 3 تا فکر میکنم اگر خیلی خوب بجنبین آن تایم بتونین کی استفاده کنید. فعلا بیشتر مثلا سیزن ستارت هم هست بازی. خب عالی. تو فیوژن ستارت بهترین کار گابلینه. من نداشتم تو پیشنهادم. باز 100 البته کولد تمومه. خوب ولی تونست دمیج بدیم. نه مقدر نیست راه بر بگو هیچ هم ندارم. این پولا بسته نیست سیر کرده.
قشنگ من الان تونستم استفاده کنم فرار کنم Colt Fusion. ترجمه به فیولن سری بگیرم که هیچی کارت ندارم از سکه هیچی کلان خوب نیست Greg یه Fusion. گره کنم کوتاه زن بکنم لوت بگیرم بعد جمعمونم به حواسم باشه Shelly. شیلی میگیریم برو 2 minutes. یه برنامه بگیرم بگیریم Medic. من حال کنم تو لولی هستم که حال بگیرم Colt. اوه بکنم های جوری میده Seven players remaining. No stretch. Gem line open. بهترین موقع حمله است وقتی شما صندوق باز میکنید Colt. 30 seconds. 6 players remaining. Colt Fusion. Archer Queen. 10, 9, خیلی بعد میاد این در عدد خارج شده 6, 5, 4, 3, 2, هنوز بهتر 1. Finish. یه مشکل که بازی اسکواد باستر داریم شما نمیدونی حریف کیا میتونی بشی یعنی مثلا میبینی اسکواد تو میگه خب اوضاع به نظر خوب میاد ولی خیلی بستگی داره به موقعیت شما و موقعیت قرارگیری اون دوتا به هم این دوتا تیمی که با هم در بر میگیرن کی جلوه کی عقبه اگر مثلا کلت شما یا بوی شما جلو باشه کارتون تمومه چون نمیتونه پشتیبانی کنه از اون پشت با اختلاف دوتا جم هم سوم شده Finish third. خب Way خوب to است go. سوم بازی هم او باری کلا 500 تا هم گرفتیم چند تا داریم الان 482 تا یه نفر دیگر ما میخوایم برای کلابریشن تیم همین رو اینوایت کنیم هر کی که اومد یه نفر فقط میشه اینوایت کرد دیگه هیچی اینجا نداریم اینجا هیچی نداریم آره خوب بود کلن به صورت کلی این از بازی این سری مرسی که این مجموعه ویدیو رو دنبال میکنین و یادتون نره که حتما شورت ها رو هم تو یوتیوب ببینید سعی میکنم نکات جالب یا هیجان انگیز رو به صورت ویدیو کوتاه بذارم که وقت شما هم تلف نشه و ممنون تا سری ویدیوی بعدی